متهم قسم میخوره که دروغ نگه؟ کست ننه آدم دروغ. آقا فوش نده، ادب و رعایت کن. آقا اصلا کست ننه هر چی فوش بده و ادب و رعایت نکنه. حتی تو عکسایی که اخیراً ازت اومده بود بیرون ریسیبیل داشتی، چرا الان نداری؟ انیماتورای شما کون گشادن از من میپرسی؟ منطقیه. خب تو پرونده چند فقره جرم وجود داره که یکیش هم فحاشیه. من واقعا متاسف میشم وقتی هنرمندی مثل تتلو رو دستگیر میکنم. بابا شما که قدرت دستتونه اینو اعدامش کنید. چی میگی تو ویلی؟ اعتراض دارم، شما نمیفهمین سلطان تتلو فوش نمیده که. فوش نمیده؟ من کجا فوش دادم کسکشا؟ همین الان فوش دادی دلقک رنگی. نه شما متوجه نمیشین، سلطان فقط واقعیت‌ها رو میگه. او تو عجب مادر جنده خایمانی هستی. بیا همین الان فوشت داد. افکار پوسیدتون رو دور بریزید، مادر جنده که فوش نیست. من واقعا نمیفهمم وقتی امثال شما اینقدر زیاده چرا دارن موشکا رو میزنن تو اسرائیل. وکیل متهم دفاعی داری؟ به نظر من که این یارو باید اعدام بشه. سامان این موکلت ها. موکل چیه؟ یعنی باید از این دفاع کنی. آها، خب پس به نظر من این نباید اعدام بشه، اون باید اعدام بشه.